فهرست نام‌هایی که توصیه شدن از خود این نام‌ها معلوماتی توصیه شونده هست. این برای با مقصدی نگاه داشتن و پلان برداشتن فرهنگ و مدنیت ملی مردم جمهوری تاجیکستان و به سبب اینکه این سند با این نامگوی با سندی رسمی به قید گرفته شده است، رویای آنها هم از جانب مقامات وزارت عدلیه از آن جمله رئیس صفحه به قیدگیری اسناد حالت شهروندی نظارت کرده میشه. از همین خاطر گمان میکنم که رعایت نام‌های محلی حتمی است. همچنین در فهرست آمده شده است که اقلیت‌های ملی که در جمهوری تاجیکستان زندگی میکنند امکانیت دارند که با رعایت فرهنگ و مدنیت محلی خودشون نامگذاری را به عمل برآورند. مرحمت علاوه از جانب سرداری رئیس در ریاست اسناد حالت شهروندی 107451 تا قید تولد به قید گرفته شده است که از این شماره 70636 تا اون علاقه با همین نام مناسب ملی نامگذاری کرده شده است. وقتی که سپارش سردار دولت شد در مسئله فرهنگ نامگذاری، علاقه ما با همه بخش‌های ثبت اسناد حالت شهروندی شهر و ناحیه‌ها این کتاب‌ها رو تقسیم کردیم. در جمعیت در تولدخانه‌ها استفاده می‌برند و به هر یک تولد کننده کتاب‌ها داده می‌شود، آنها خودشون خوانده خلاصه خود را می‌برانند در موعد نامگذاری.